قر قر. چیه هی قرقر میکنی؟ بلند بگو ببینم چه مرگته. میگم زبونتو لازم داری؟ چی میخوای؟ اینو شکار کردم، بیا با هم بکشیمش. این چیه؟ باید مگس بگیری. خب گاو که خوشمزه تره. آره ولی هضمش سخته. این فقط 3 ماه خوردنش طول میکشه، 6 ماه ریدنش. ولی عوضش سالمه، علف میخوره. مگس که فقط گو میخوره. نه خدای بعضی از حرفاشم درسته. حالا یه دقیقه بگیرش من برم دستشویی. میبینی که زبونم بنده، بشاش تو آب. تو چی گرفتی؟ من هیچی، با دوست دخترم بیرونم. شکارش کردی؟ نه داریم همدیگه رو بوس میکنیم. ای بابا شما هنوز رابطتون لانگ دیستنسه؟ خب چیکار کنیم، اون ور آبه. البته منم دارم برگ مرگه هامو جمع میکنم که برم. بهترین کارو میکنی. به خدا اینجا جای موندن نیست. آره بابا. ببینم خب تو که دوزیستی، بپر تو آب برو دیگه. نه راستش من پارسال یه زیستمو به یه بیزیست اهدا کردم. به به چه نظر قشنگی. یعنی الان آزیستی؟ آره به چیز خاصی اعتقاد ندارم. میگم حالا بری اونور کارمار هست؟ آره بابا پدر دختر خواننده است، پول داره. ایول. هر شب تو شور ابو عطا میخونه. ایول. ممنونم.